با سلام و درود خدمت شنوندگان محترم در اقصی نقاط این گیتی پهناور. شما هم اکنون در حال شنیدن رادیو مشاور از برلین می باشید. این رادیو برای ارائه مسائل تخصصی در زمینه‌های روانشناختی، اعتیاد، جنسیت و تعلیم و تربیت در خانواده راه اندازی شده است. با سلام و درود فراوان خدمت شما شنوندگان عزیز و محترم رادیو مشاور. من رامین گراف، مشاور خانواده، اعتیاد و جنسیت هستم و مایل هستم که شما رو به برنامه امروز خودم دعوت کنم. این برنامه در ادامه سری برنامه‌های کودکان و تاثیرگذاری و تاثیرپذیری در نمو سالم کودکان ماست و این برنامه متعلق به بچه‌های 4 تا 5 ساله هست. این بچه‌ها به زودی به مدرسه خواهند رفت، به کودکستان خواهند رفت، در بعضی نقاط به کودکستان، در بعضی نقاط به مدرسه. لازم هست که این رو متذکر بشم که پدر مادرای عزیز خواهشاً عجله نکنید و به کرات دیدم که فکر میکنن که اگه بچه‌ها رو بکشنشون یا مجبورشون کنن یا زیر فشار قرار بدن اینا زودتر بزرگ میشن. بچه‌ها باید آروم و بدون ترس و واهمه که انگار یکی پشت سرشون در حال تعقیبه و اینا همش باید سریع و هرچه زودتر بزرگ بشن و وارد جامعه بشن، و یا اینکه اگه حالا با زمان آرومتری پیشرفت کنن، نمو کنن، در آینده نیز دچار مشکل میشن که هر دو غلط هست، همچین چیزی نیست و انسان به اندازه کافی زمان داره، وقت داره، بس با صبوری و بردباری و شکیبایی زندگیش رو ادامه بده و این رو ما در همین سنین پایین یاد میگیریم و جوری یاد میگیریم و باید یاد بگیریم که داره استرس نباشه. پس پدر مادرای عزیز لطفاً عجله نکنید در فرستادن به مدرسه. 1 سال دیرتر که شاید بهتر باشه و بچه بتونه خودش رو با محیط وقف بده و در نتیجه حتی در اون موقع بهتر و سریعتر هم رشد بکنه و راحت تر باشه. چی دوست داره بچه؟ خوندن رو دوست داره، حرف زدن زیاد رو دوست داره، آواز خوندن دوست داره به سبک خودش، نقاشی رو دوست داره و دوست داره بیشتر به رقابت بپردازه، تو محیط‌هایی باشه که چالش بکنه و به اصطلاح در رقابت باشه تا بتونه خودش رو نشون بده و قابلیت‌های خودش رو به اصطلاح محک بزنه و آماده باشه برای مدرسه. این رو هم میتونیم ما به توسط گزینه‌های تربیتی که در خونه میتونیم ما اینها رو به اجرا در بیاریم کمکش کنیم که بتونه راحت‌تر و با حوصله‌تر مسائلی که حالا در مدرسه به سمت این بچه خواهد آمد و این بچه با اون به ممارست میخواد بیاد رو توی خونه تجربه بکنه تا اون ترس و اون اضطراب و اون هیجان اضافه ریخته بشه. وقتی که مدرسه آغاز میشه دوستان جدید رو پیدا میکنه، دوستان نو رو پیدا میکنه و دوست داره که با اونها رفت آمد بکنه. قوانین جدید میشن، قراردادها جدید میشن، مقررات جدید میشه و به نوعی مرحله دگرگونی برای این کودک به وجود میاد، ولی کماکان نیازمند تشویق شماست، یاری شماست، کمک شماست که بتونه بهتر یاد بگیره. و در موقع یادگیری باید با سعی بشه که از مسائل تکراری جلوگیری بشه، موقعیت‌های نوعی برای من درست بشه و یا موقعیت‌های نوعی من در مقابل خودم داشته باشم تا بتونم رشد بهتری بکنم و در نتیجه من رو
از من توی این زمینه هم یاری کنید و من رو یاری کنید، از من محافظت بکنید تا من بتونم بهتر رشد کنم. من بیشتر توی این زمان و توی این سنم ماجراجوترم، خراب میکنم، زمین میزنم، پرت میکنم، سرصدا میکنم، سریع میخوام کارامو انجام بدم و من رو جایی ببرید که بتونم تون کنم، بتونم برم اونجا ورزش کنم، برم محل هایی هستش که برای کودکان خانواده ها بچه ها رو تو این سن میارن و بچه ها اونجا 1 یا 2 بار در هفته میرن و ژیمناستیک میکنن و بالا پایین میپرن، یه محوطه‌ای درست میکنن که اینا توی تونل باید برن و بالا برن و پایین و بپرن. بالاخره اینا رو سرگرم میکنن و اینها رو بچه ها دوست دارن که بتونن به این وسیله به یه توازنی برسن و همه اینا رشد فکری، مغزی و متابولیسمی براشون داره. شوخی رو خیلی دوست دارن، خنده رو خیلی دوست دارن، معما رو خیلی دوست دارن و چیزایی هم که یواش یواش دیگه یاد میگیرن بخونن، بعضی چیزا رو خیلی براشون خنده داره، میخندن و به هر حال این مراحل رو باید اینها پشت سر بگذارن. و بچه ها میگن که پدر مادر نگران نباش، استرس به من نده، منو زیر فشار نیار و منو هولم نده، بذار آروم من خودم بزرگ بشم، رشد کنم، نمو کنم و من اینجوری با دوام‌تر میشم، اینجوری من صبورتر بزرگ میشم، اینجوری من عزت نفسم و اعتماد به نفسم قوی‌تر میشه و بهتر میتونم کارهای خودم رو بعدها مسترن کنم و به قولی از عهده‌اش بر بیام. دوست دارم در آشپزی کارهای ساده رو کمک کنم، دوست دارم به من کمک کن نامه بنویسم، کارت پستال بنویسم، بفرستم، ورزش‌های جدید رو دوست دارم، چیزایی که خیلی با شور و هیجان انرژی زیادی باشه و اینا رو خیلی دوست دارم. حالا توی جاهایی که مثلا با اسکیت باید برم بالا پایین کنم، شنا کنم و اینجور چیزا رو خیلی دوست دارم، قایق رو خیلی دوست دارم و عرض کنم خدمت شما توی این مرحله یاد میگیرم که تفاوت توی رنگ پوستم دارم، توی وزنم دارم و چه چیزایی رو میتونم و چه چیزایی رو نمیتونم انجام بدم و اینها رو متوجه میشم. خب خیلی زودتر از اینها مسئله سکسوالیتی خودم رو بهش پی بردم که من پسرم یا دخترم و دخترها چگونه دیده میشن، پسرها چگونه دیده میشن، خواهر برادری که اگه داشته باشم دوست دارم و دوستشون دارم، دوست دارم باشون بازی کنم، هر از گاهی هم دوست دارم باشون دعوا کنم و باشون مشکل داشته باشم و این رو خواهش میکنم که عیب من نبینید، بلکه این رو مثبت ببینید و نکته‌ای رو ببینید، یعنی این رو یه قوتی ببینید که من به این وسیله بتونم تعاون رو یاد بگیرم، تشکیل مسائل رو یاد بگیرم، با مشکلات حتی رابطه هام رو بتونم چیکار کنم، تعیین کنم و بهتر شکل بهش بدم و اینجا نمیتونه جایی باشه الا همین توی خونه. ما توی خونه هستش که میتونیم آزادی رو یاد بدیم، دموکراسی رو یاد بدیم، حق بیان رو یاد بدیم، حقوق رو یاد بدیم که همه حقوق برابر داریم، زن و مرد حقوق برابر دارن، بچه حقوق برابر داره، آزادی‌های خودشونو دارن، احترام خودشونو دارن. همه اینها رو ما میتونیم توی خونه یاد بدیم. توی هیچ کتابی ما انسان تو اون یاد نمیگیره، توی هیچ دانشگاهی یاد نمیگیره، هیچ ایدئولوژی توی هیچ خیابونی در دیوار اینها رو نمیشه یاد داد، بلکه توی منزل پدر و مادر همگان یکسان به طور متوازن متعادل این سبک زندگی رو میتونن به بچه ها چکار کنن؟ یاد بدن. در اینجا باید خیلی دقت کرد. توی ماشین من شیطونک میکنم، شیطون هستم و در نتیجه روی صندلی حتما دقت بکنید که بعضی موقع میخوام کمربندم نبندم چون احساس خوبی ندارم و باید این همیشه کنترل بشه. لباسی که میپوشم، حالا کلاهی که رو سر میذارم، کاپشنی که تو تنم هست، نباید طناب یا نخهای اضافی
یا ریسمان‌های اضافی داشته باشه، یا شال گردنم اصولا نداشته باشم بهتره، بلکه پوشش‌هایی هستش که سر و گردن و سینه رو یک سره با هم پوشش میده در سرما. سعی کنید و برای من از این تهیه کنید، چون در غیر این صورت اون شال، اون نخ، اون ریسمان که آویزونه و یا اینجور معلق در روی لباس هم میتونه اینجا گیر کنه، میتونه به من آسیب برسونه، میتونه باعث خفگی من باشه و جای میریم، فروشگاهی میریم، جایی میریم، میتونه گیر بکنه به پله برقی. به هر حال تو هر جایی. پس این رو دقت بکنید که از این نوع در لباس ها این چیزها نباشه، چون خطرناک هست و میتونه لای در ماشین گیر کنه، کشیده بشه و امثالهم، که باید این کار رو به اصطلاح دقت بکنیم. در اینو باید ما قبول بکنیم که کودکان توی این سن داره ترسای مخصوص به خودشون هستن و واقعی هم هست این ترساشون، و اینا رو با آرومی باهاشون صحبت بکنیم و یه موقعی که مثلا اگر خواب یا در خواب کابوسی دیدن، بلند شدن و احساس ناامنی و ناراحتی دارن رو وقت بذاریم براشون، با کمال صبوری، مهربانی و محبت باهاشون صحبت کنیم، موقعیت رو براشون توضیح بدیم، تشریح کنیم، آب بدیم بخورن و در نتیجه دوباره کمک کنیم، یاری کنیم که زندگی ادامه داره و همه چی در امن و امان هست و فقط این یک خواب بود و یک گذراست، یک خاطره و همه چی خوب میشه. اگر نقاشی‌هایی کردن، اگر یه مثلا حالا تو اون محیط مهد کودک یا مدرسه، توی اون جایی که در اون ماهای اول یه مجسمه رو درست کردن یا شکلکی از مجسمه درست کردن، کاری رو که حالا توی خونه و یا پدر مادر کریاتیو باهاش انجام میدن، سعی بشه که اون رو مد نظر قرار بدیم، اون رو بزرگ کنیم، اون رو به دیوار بزنیم، اون رو جلوی میز بذاریم، اون رو جایی بذاریم که همه ببینن، به همه توضیح بدیم که این رو فلانه این کار کرده و استعدادش رو بتونیم اونجا شکوفا بکنیم و که ببینه که مهمه و اگر این کارها رو میکنه پس مورد دید ما هست، توجه ماست، تایید ماست، تاکید ماست و برای ما هم مهمن، پس رفتار و کردارش برای ما مهمه، در نتیجه تشویق بشه که به این سمت بره. قبل از اینکه در این هنگام اصولا از طرف اداره بهزیستی و بهداری بچه‌ها، حالا من در رابطه با اروپا و آلمان صحبت میکنم، که از طرف وزارت بهداری کنترل میشن، معاینه میشن تو خود وزارت توسط پزشکای مخصوص، در نتیجه صلاحیت میگیرن که اینا میتونن توی مدرسه برن. ولی خب چون اونجا به طور عمیق انجام نمیشه، گهگاهی میشه که وقتی که اینا وارد محیط مدرسه میشن، آموزش میشن، در اونجا بیشتر بعضی چیزا خودشون نشون میده. میتونه حالا عینک باشه، یعنی حالا کمبینی، یعنی دوربینی و نزدیک بینیشون، یا مسئله گوششون توی مرحله درس، حالا توی اون به اصطلاح وزارت شاید خوب دیده نشده باشه، دقت نشده باشه، چون فقط یک بار یک معاینه است. ولی اگر یک اختلالی هست یا یک کمبودی هست، و پدر مادران میتونن این کار رو دقت بکنن روش که نکنه مبادا خدای نکرده با دیدش مشکل داره، با گوشاش مشکل داره و این هم باعث خوب یاد نگرفتنش بشه و در نتیجه باعث بشه که تمرکز بهتری نداشته باشه و گیج بشه بچه، که باید این رو هم ما در رابطه با این چیکار کنیم، دقت کنیم. توی این سن دیگه یاد میگیرن که خشک باشن، یاد میگیرن که توالت چجوری انجام بدن، که حتما توالت ترینینگ شدن و بعضی موقع ها حتی امکان داره تا این سنم اونجور که باید و شاید بعضی بچه ها مخصوصا پسرها نداشته باشن، ولی ملالی نیست، نگران نباشید و نباید این یک نکته و یا یک حسن منفی به بچه القا بشه، بلکه همه چیز طبیعیه، همه چیز عادیه، انسان ها میتونن اینجور باشن. ولی ما چیکار میکنیم؟ سعی میکنیم همراهی کنیم، کمک کنیم که تا این مسئله از بین بره و خودشون بتونن با کاغذ توالت خودشون رو تمیز بکنن و یا سیفون رو بتونن بکشن، دستاشون رو بعد بشورن و اینها رو میتونیم ما چیکار کنیم؟ بهشون کمک کنیم. باید سعی کنیم که کریاتیویته، هابی درشون به اصطلاح خلق کنیم
با چوب، با پلاستیک، با یک به اصطلاح ماده های خمیری که سعی کنن بچه‌ها و تشویق بشن که چیزهایی رو بسازن از ذهن خودشون، با کریاتیو بودن خودشون یه شکلی رو سعی کنن که به سمت اون شکل، یعنی برای اون شکل مد نظر داشته باشن و بتونن اون کار رو انجام بدن. توی این سن تلویزیون اینا بیشتر زیاد دوست خواهند داشت که خب باید این رو بگم که تو دنیای امروز بچه‌های ما بچه‌های دیسپلی هستن، بچه‌های مانیتور هستن، بچه‌هایی هستن که دیجیتالی هستن، بچه‌هایی هستن که تو دنیای مجازی هستن. اینا با این بزرگ میشن. توی مدرسه دغدغه‌شون ایناست و توی مدرسه حالا بعضیا شاید یه مقدار ورزش باشه، ولی حتی اونا هم که ورزش میرن حتما باید، یعنی به نوعی خودشون رو به این وسیله نشون میدن، کامیونیکیشن دارن با هم، روابط عمومیشون بر اساس این مسائل دیجیتالیه، یعنی نقطه اشتراک انسان ها بر اساس نقاط اشتراکشون و مشترکشون تشریک مساعی میکنن، به همکاری میان، به تعاون میان، به تعامل میان، صحبت میان، اینتراکشن دارن و توی این سن هم این مسئله دیجیتال و مانیتور هست. پس ما نمیتونیم منعش کنیم، نمیتونیم از بین ببریم، بلکه باید کمک بکنیم که در یک ساعت مشخص و معین و بس که هم بچه راضی هم ما راضی و همین که یه موقع خلالی برای رشد مثلا مدرسه‌ای و کلن رشد فکریش انجام نشه، این بچه اون ساعت رو داشته باشه برای خودش که بتونه به اصطلاح نگاه کنه. من از این با این قضیه موافق نیستم که خیلی خشک با این مسئله برخورد بشه. ما نمیتونیم برق رو از بین ببریم، ما پریز برق داریم، کلید برق داریم، ما بس به بچه‌مون یاد بدیم که اون درون این پریز برق میخ نکنه یا یک میله‌ای نکنه، یه چیزی نکنه، چگونگی و به اصطلاح این قابلیت رو داشته باشه که با برق خودش هندل کنه و ما نمیتونیم که برق رو اصلا از زندگیش برداریم یا این رو کلا ممنوع بکنیم. پس ما باید یاد بدیم که چجوری باید داخل یک پریز این دو شاخه رو فشار بده، داخل کنه، برداره، چه دقتایی باید بکنه. مسئله دیجیتال، مسئله مانیتور و کلا این به اصطلاح فرنزه و همه این برنامه‌ها، مدیاها و اینا هم ما نمیتونیم منع کنیم. یا این چیز بی خودی هم هست، اکثرا هم نمیشه، بی خود شکستم میخورید و تازه بدتر هم میشه و دیگه اون موقعش کانسپتی هم ندارید که بخواید چی کار کنید. به عقیده من باید این رو هندل کنیم، به عقیده من باید ببینیم که اینا داره حقوقی هستن که این کار رو بکنن چون براشون مهمه، تو دنیای امروزشونه و تو مدرسه هست. ما تو خونه ممنوع میکنیم، خیابون چیکار میکنیم، تو مدرسه رو چیکار میکنیم، همه جا تمام دیجیتال و دیسپلی هست و همه فروشگاه و اینا. پس باید جوری به اینا یاد بدیم که این امر نباید باعث چیکار کنه، اذیت و آزار اونا بشه و یا خللی برای اونها انجام بشه. عرض کنم خدمت شما نیروی زیادی دارن، برای اینکه نیروی زیادی بکنن و این احساسات خودشون رو نشون بدن، هیجانات خودشون رو نشون بدن، بعضی موقع پرخاشگری میکنن که این رو هم میتونیم ما با خیلی کارهای کریاتیو توی خونه انجام بدیم. مثلا میتونیم نیرو انرژی رو با عروسک بازی، خیمه شب بازی یا با کشتیگیری که مثلا با بچه دست و پنجه نرم کنم، نه منظورم حرفه‌ای نیست بلکه به صورت تفریحی و اینجور با هم کلنجان رفتن، مخصوصا برای پسرها این مسئله خیلی مهم که همیشه میخوان این رو داشته باشن. سر میز غذا باید یا آداب و رفتار صحیح به کار بره، نه یه قوانین خشک که حتما باید نمیدونم آرنج چپ در روی میز باشه، آرنج راست نمیدونم زیر میز باشه و اینجور چیزهای گزافه و لاف که اصلا به درد نمیخوره، بلکه یک چیز طبیعی و متعادلی که بچه هم در کنارش راحت باشه و بتونه راحت تکونم بخوره، راحت بتونه خرابم کنه، بریزه هم هیچ مسئله نیست که تا بتونن یاد بگیرن. ولی ما به عنوان پدر مادر سعی میکنیم خودمون بدون اینکه القا کنیم، بدون اینکه تحمیل کنیم، یاد میدیم، با رفتار خودمون بچه‌م تقلید میکنه و چیکار میکنه، یاد میگیره که چجوری سر میز غذا با کارد و چنگال و قاشق کنار بیاد و صحبت بکنه و یا دهنش
در دهانش که وقتی غذا داره نه، بلکه بعد از اون. و این چیزهای خیلی به اصطلاح که به عنوان رسم و یه چیز متعادلی هست رو برای بچه‌هامون ما چیکار کنیم؟ انجام بدیم. بس ما همکاری رو به بچه تو این سن یاد بدیم. ما باید یاد بدیم که چگونه تشریک مساعی و همکاری و تعاون داشته باشه، چگونه به حقوق دیگران احترام بذاره چون بس به حقوقش احترام گذاشته بشه، به حرف دیگران گوش بده که به حرف خودش بس گوش داده بشه و دقت بکنه در اینکه کسی اذیت نشه به توسط اون، خدای نکرده، و کسی اون رو اذیت نکنه. و در نتیجه که اون پسر هست یا اون دختر هست و نسبت به حالت تناسلیش، نسبت به اون رفتار و کردارهای پسران دختران خودش توجه بهش بدیم و یا متوجهش بکنیم که بتونه اینها رو چکار کنه، در رابطه باهاش به اصطلاح دقت بکنه. هیچ گونه حد خطای اشتباهی که میکنه احساس گناه بهش نباید بدیم، احساس بد بودن نباید بکنه، احساس نجس بودن نباید بکنه، کثیف بودن نباید بکنه، احساس این که اگه نباشه، اگه نبود حتما پدر مادرش زندگی بهتر و خوشبختری داشتند. این احساس ها رو مبادا نباید ما به بچه بدیم و این اصلا صحیح نیست و خلاف هر گونه مسائل تربیتی و اخلاقی و انسانی که اگر ما با بچه‌های خودمون به این گونه بخوایم چیکار کنیم، رفتار بکنیم. سعی کنیم کارهایی بکنیم که کارهای متوازنی باشه، مثلا طناب بازی، کارهایی باشه که بتونه روی پاش بپره، روی دو پا بپره، بعد پاشو عوض بکنه. ورزش رو بیاریم به صورت یک نواخت داخل زندگیش انجام بدیم و سعی کنیم کارهایی رو که میکنه رو نگه داریم، بگیم واو چه عجب چیزی تو کشیدی، به به عجب چیزی است و این حیفه، اینو من نگه میدارم. بچسبونیم به دیوارش، بچسبونید به اتاقتون، روی در کمدتون، روی در، هیچ مسئله نیست. این فقط ارزش قائل شدنه و ارزش دادنه به اون بچه است، به اون حسش، به اون بودنش، به اون وجودش، به اون هستیش و حضورش. و این کمک میکنه که این حرمت نفس، یعنی اعتماد به نفس که همه ما گریبانگیرش هستیم در سنین بالا متاسفانه، که اصلا یا نداریم و یا اینکه فقط 1-2% داریم و یا خیلی کم داریم، رو بتونیم توی این سنین چیکار کنیم؟ قوی بکنیم، محکمشون بکنیم و به اصطلاح بتونن برای زمانهای بعدی بهتر چیکار کنن؟ زندگی بکنن و مستر کنن این زندگی خودشون رو. و کارهایی که میکنه رو خیلی بهش ارزش قائل بشیم و در نتیجه همیشه بهشون یه شانس بدیم و بایست ما بدیم. بعضی موقع بعضی بچه‌ها تو این سن هر گاهی رخت خوابشون رو خیس میکنن و ما اینجا میدونیم که میتونیم با ملافه‌های پلاستیکی تا روی دوشکشون بکشیم که کل رخت خواب خب خیس نشه و اون پدر مادر دیگه بیشتر از اون به اصطلاح دچار اشکال نشن و در نتیجه، ولی بدون اینکه کوچکترین ما بی احترامی و یا اینکه احساس بد شدن رو ما به بچه هامون بدیم، باید این رو ما چیکار کنیم؟ با بچه هامون رفتاری بکنیم که همیشه اینا خوبن، حتی اونم جزء زندگی و باید به اصطلاح باشه. کاراشو خب 100% هیچ وقت نخواهد بود، یعنی همیشه یک نقصانی هست، همیشه یک کمبودی هست. پس ما باید درکشون کنیم. درک رو ما اگه میخوایم بچه هامون فردا به عنوان مرد، همسر، زن و همسر همدیگر، انسانهای دیگر درک کنن، باید همین سن طفولیت ادراک و درک کردن رو و تفهیم رو یاد بدیم. در چه زمانی توی موقعیت هایی که نقصان هست، کمبود هست، نارسایی هست، اختلال هست و این رو با عشق و صمیمیت و مهربانی میتونیم درک رو بهشون یاد بدیم و در نتیجه اینها فردا انسانهایی باشن که لااقل اگه کامل هم نباشن، لااقل از ما بهتر بشن، از ما بهتر بتونن انسانهای دیگر رو درک کنن و دنیای بهتری رو انشالله برای خودشون چکار کنن؟ داشته باشن. آغوشگیری رو یاد نبرید، بوسه زدن رو یاد نبرید، عشق ورزی رو یاد نبرید. جلوی بچه پدر مادر همدیگر رو ماچ کنید، بغل کنید، سورپرایز کنید، شوخی کنید، کشتی بگیرید، همدیگر کنتاکت بدنی به هم داشته باشید، دست به دست هم داشته باشید، روی همدیگه خودتون رو رها بکنید، روی کاناپه یا زوفایی که هستید، یا اینا ببینن که اینا چقدر شماها نه تنها فقط
روحی، روانی، بلکه فیزیکی به هم ارتباط دارید و اینها به اونا اعتماد به نفس میده، حرمت نفسشون رو بالا میبره، اطمینان میده، امنیت میده، ترس ازشون میره، اضطراب ازشون میره، وسواس ازشون میره و در نتیجه اینها فردا انسانهای سالمی میشن. خواهش میکنم اینها رو از یاد نبرید، این کارها رو بکنید، عشق ورزی نسبت به هم بکنید، به هم دیگه وقت بذارید، برای همدیگه وقت بذارید. حتما سینما برید، یعنی ببینن پدر مادر یه کاری رو با هم هماهنگی میکنن، یعنی با هماهنگی هم و به اشتراک هم مشترکاً کاری رو میکنن، قدمی میزنن، قهوه میرن میخورن، چای میرن میخورن، یک جایی مثلا میرن یک بازدیدی میکنن، با هم میان راجبش صحبت میکنن، میگن، میخندن و لحظه دارن، خاطره دارن. همه اینها درس اینهاست، درس اینهاست. انسان باید خوب تعلیم ببینه، یاد بگیره، درس بگیره و اینها جایی نیست در درجه اول جز پدر، مادر، خانواده. فرزند سالم در خانواده سالم، خانواده سالم هم توی خانواده سالم نسبی هم مهم هستش که بتونن این فرزندها توی این خانواده ها بزرگ بشن و در نتیجه اگه جامعه سالمی رو میخواید نگاه بکنید باید از این طریق بتونیم ببینیم که آیا فرزندها سالم هستن یا نه. متشکرم که تا این وقت به صحبت‌های من گوش فرا دادید. تشکر میکنم و همه شما عزیزان رو در پناه خداوند و هستی میسپارم. خدا نگهدار، موفق باشید.